گفتار اندر زادن دختر ایرج. چون چندی بر آن بگذشت، فریدون به شبستان ایرج رفت و در میان زنان ایرج به جستجو پرداخت تا اینکه یکی از کنیزان زیبای ایرج به نام ماه آفرید را یافت که ایرج او را بسیار دوست می داشت. آن کنیز از ایرج باردار بود. فریدون چون چنین دید شاد شد و امیدوار گشت که کینه پسرش سرانجام گرفته شود. چون هنگام زادن او برسید از ماه آفرید دختری زاده شد. اگرچه فریدون امید آن داشت تا مگر پسری از ایرج بر جای ماند تا کین او ستاند، لیک با زاده شدن این دختر نومید نگشت و تنها امید کوتاهش دراز شد. پس او را به شادی و ناز پروریدن گرفتند. آن دختر بسیار زیبا سخت مانای ایرج بود، گویی خود او بود. چون روزگاری بگذشت و هنگام شوی او فرا رسید، نیای او فریدون برادرزاده‌اش پشنگ را که یکی از پهلوانان نژاده و از تخم جمشید شاه بود به همسری او برگزید و آن دختر را به او داد. زادن منوچهر از مادرش. چون 9 ماه بر این بگذشت دختر ایرج پسری بزاد. پس شتابان کودک را به نزد فریدون بردند و آنکه کودک را برده بود فریدون را گفت: ای تاجور، اینک دیگر دلت را شاد کن و بر ایرج بنگر. فریدون چون چنین شنید لبانش پر از خنده گشت، گویی ایرجش زنده شده بود. آن کودک را در کنارش نهاد و به درگاه کردگار نیایش کرد و گفت: ای کاش یزدان بینایی مرا به من باز می گرداند تا رخ این کودک را می دیدم. پس چون از کیهان آفرین یاد کرد، خداوند نیز او را ببخشود و بیناییش را بدو بازگرداند. چون بار دیگر فریدون بینا گشت از این که می توانست و آن نوزاد و دیگر چیزها بنگرد، سخت شادمان گشت و جشنی به پا کرد و آن نوزاد مناچهر را منوچهر نام نهاد. از این پس فریدون منوچهر را در ناز و آسایش بسیار بار آورد و هر آنچه را که یک پادشاه نیازمند دانستنش بود به او بیاموخت. و بدین سان سالها بگذشت تا اینکه منوچهر به سالی رسید که می توانست خود سررشته کارها را در دست گیرد. پس فریدون تخت و تاج و گردنبند و کلید گنجها را با سراپرده‌ای از دیبای رنگارنگ که اندرون آن خرگاه‌های خالدار بود و نیز اسپان تازی زرین ستام و شمشیرهای هندی با نیام زر و جوشن و خود و زره رومی و کمانهای چاچی و تیر خدنگ و سپرهای چینی و زوبین و گنجهای بسیار را بیاراست و به منوچهر بخشید. آنگاه بفرمود تا همه پهلوانان لشکر و بزرگان به نزد منوچهر رفتند و بر او به شاهی آفرین خواندند و بر تاجش زبرجد افشاندند. در میان این پهلوانان و بزرگان لشکر قارن کاوگان، شیروی، گرشاسب، سام نریمان، قباد و کشواد زرین کلاه بودند.
آگاه شدن سلم و تور از منوچهر. در این زمان ناگهان به سلم و تور از منوچهر و رسیدن او به شاهی آگهی رسید. از شنیدن آن دل هر دو ستمکار پر از ترس شد و دریافتند که دیگر بخت ایشان روی در نشیب آورد. پس هر دو به چاره اندیشی پرداختند و سرانجام بر آن شدند که کسی را به نزد فریدون به پوزش فرستند و بگویند که آنچه با ایرج بکردند تنها چاره بود و بس. آنگاه سلم و تور از بیم بخت رو به نشیب خود در گنجهای خاور زمین را بگشادند و بر پشت پیلان بسیار تاجی از زر و مشک و خشک بوی و دیباب و خز و پرنیان و دینار بسیار سوار کرده آماده تا به ایران فرستند. پس از آن مرد خردمند و چرب زبانی بیافتند و او را فرمودند تا پیامی به نزد فریدون برد. سلم و تور در آن پیام نخست از خداوند یاد کردند که فر کیانی را به فریدون بخشیده. آنگاه آرزوی پایندگی فریدون را نمودند. پس از آن گفتند که هر دو بیدادگر بدخواه از آنچه که در گذشته بر ایرج بکردند سخت پشیمان و شرمگینند و راه پوزش می جویند و این از سرنوشت و نیز فریب اهریمن بود که چنان کردند و هژبر گیتی سوز و اژدهای نر نیز از دام سرنوشت رهایی نیابد. اکنون اگرچه گناه ایشان سخت بزرگ است لیک امید آن دارند که فریدون بر ایشان بخشایش آرد و از یاد نبرد که آنچه ایشان کردند از بیدانشی سرنوشت و فریب دیو بود. پس باشد که فریدون منوچهر را با سپاهی گران به نزد آن دو فرستد تا سلم و تور او را هر گونه نیکی کنند مگر آن درختی که از کین برست به آب دو دیده بشویند.